سلام. امیدوارم حالتون توپ باشه. قبل از هر چیزی یادتون نره سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله رو بزنید و نظرات بامزه‌تون رو زیر همین ویدیو برام بنویسید. خب، حالا بریم سراغ یه داستان طنز از دل محله‌های ایرانی. داستان آبگوشت فضایی عمو قنبر. یه روز گرم تابستونی، عمو قنبر قصاب محله تصمیم گرفت برای اولین بار تو عمرش غذا بپزه. تا اون روز فقط بلد بود گوشت رو با تبر نصف کنه. ولی میخواست به خانمش ثابت کنه که من از این شفای خارجی کم ندارم. خانمش گفت قنبر آشپزی شوخی بردار نیستا. عمو قنبر گفت من که توی قصابی هر روز با قابلمه خون و دل سر و کله میزنم. حالا یه آدگوشت واسه من سوسول بازی حساب میشه؟ رفت دیزی رو گذاشت روی گاز. گوشت ریخت، پیاز ریخت، نخود ریخت. اما چون تو یخچال فقط نوشابه زرد داشت، همونو به جای آد ریخت تو قابلمه. بعدم واسه خوش‌طعم شدن نصف قوطی پودر ژله توت فرنگی ریخت داخلش. نتیجه آبگوشت شد یه چیزی بین سوپ نقره‌ای براک و ژله تکون دهنده. وقتی همسایه‌ها بوی عجیبو شنیدن، فکر کردن گاز خونه عمو قنبر نشتی داده. آتش نشانی اومد. یکی از آتش نشانا پاشوق زد، یه لقمه خورد. بعد گفت این غذا بیشتر از این که خطر آتش داشته باشه، خطر سفر فضایی بدون بلیط داره. هم از اون روز به بعد دیگه هیچ کس جرأت نکرد ازش غذا بخوره. ولی همه مطمئن شدن هر وقت بخوان ارزون سفر کنن، فقط کافیه یک کاسه از آبگوشت فضایی عمو قنبر بخورن. خب بچه‌ها، اینم از داستان بامزه امشب. یادتون نره سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله رو بزنید و حتما تو کامنت ها بنویسید اگه شما جای عمو قنبر بودین چه بلایی سر آبگوشت می آوردین. با یه داستان خنده‌دار دیگه میام پیشتون. فعلا خداحافظ.